هزاران استاد مردم شناس، جامعه شناس، ادبیات، تاریخ، علوم طبیعی در طول قرنها به فرضیه‌ها و نظریه‌های جدید می‌رسند. اما ترس باعث می‌شود که حرف‌های جدید خود را به گور ببرند. پس ترس مادر من یک ترس فردی نیست، ترسی تاریخی است، ترس ذاتی است. ترس من و همشهری‌های من و هم ولایتی‌های من و هم قاره‌های من یک ترس تاریخی عمیق است. در هر دوره‌ای چند نفری مثل کوپرنیک، نیوتن، جردانو برونو، داروین، ابوعلی سینا، فردوسی، سعدی و حافظ و مولوی، دانته، گاندی، ماندلا پیدا شده‌اند که نترسند. نه اینکه به طور کامل نترسند، بلکه کمی نترسند. آدم‌هایی که نترسیدند، ساختارها، هنجارها